کدام کشورها بیشترین ذخایر طلا رو دارند؟ 5. روسیه. روسیه در سالهای اخیر با یک استراتژی هوشمندانه مدام در حال خرید طلا بوده. بانک مرکزی روسیه الان حدود 2330 تن طلا توی خزانه‌هاش داره که پشتوانه محکمی برای اقتصادش محسوب میشه. 4. فرانسه. فرانسوی‌ها همیشه روی طلا حساس بودن. این کشور با داشتن حدود 2430 تن طلا جایگاه چهارم رو محکم نگه داشته. 3. ایتالیا. شاید براتون جالب باشه، اما ایتالیا یکی از بزرگترین مالکان طلا در تاریخه. خزانه روم با اختلاف خیلی کمی از فرانسه جلوتره و حدود 2450 تن ذخیره طلا داره که نشون دهنده قدرت اقتصادی این کشوره. 2. آلمان. اول اقتصاد اروپا. آلمان با فاصله زیاد نسبت به رقبای اروپایی در رتبه دوم نشسته. آلمان‌ها حدود 3350 تن طلا دارن که بخش زیادی از اون رو در طول دهه‌های گذشته جمع‌آوری کردن. 1. ایالات متحده آمریکا. فاصله نفر اول با بقیه وحشتناکه. آمریکا صاحب بزرگترین ذخایر طلایی تاریخه. با عددی خیره کننده 8130 تن طلا. بیشتر این طلاها در قلعه معروف فورت ناکس و خزانه‌های فدرال نگهداری میشه و تقریباً برابر با مجموع طلای 3 کشور قبلیه. فکر می‌کنین ایران در چه رتبه‌ای قرار داره؟ تو کامنت‌ها برامون بنویسین.